سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان. هفته گذشته رویدادی آزاد کردن حمید نوری فضایی از ناامیدی رو در ایران در بین مردم در اپوزیسیون ایجاد کرد. رویدادی که بسیاری انتظار نداشتند و از جمهوری اسلامی رو به حساب دستاوردی برای خودش گذاشت. یکی در وهله اول انتقاد از مسئله حقوق بشر و ادعای کشورهای اروپایی و غربی در مورد حقوق بشر بسیار بحث داغی شد و همچنین انتقاد از اپوزیسیونی که بسیار پرمدعاست اما نمیتونه مثلا یک تشکلی ایجاد کنه یا جلوی مثلا همچون عملکردی رو در معامله میان کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی رو بگیره. در این دو مورد من ملاحظاتی دارم که خدمتتون عرض میکنم، هم در مورد مسئله حقوق بشر که به نظر من یک سوء تفاهمی هست و باید یک بار برای همیشه این مسئله رو حل کنیم، هم در مورد اپوزیسیون که صحبت میکنیم به صورت کلی میگیم اپوزیسیون ایران چنان است و چنین است. اینم به نظر من غلطه. اپوزیسیون ها داریم. من در اینجا به عنوان مثال نقص به حزب دموکرات کردستان میپردازم. این برنامه رو من به عنوان سرفصل یک مباحث جدید عرض میکنم. در آینده هم بیشتر به مسئله حقوق بشر و ساختار و عملکرد نهادهای بین المللی مثلا سازمان ملل خواهم پرداخت، هم به مسئله اپوزیسیون و همچنین وعده قبلی خودم هم یادم هست که به مسائل احزاب اتنیکی در اروپا و نقش آنها در دموکراسی کنونی غرب هم خواهم پرداخت. اما روند رویدادها تا کنون باعث شده که این برنامه به تأخیر بیفته. اینو جهت یادآوری عرض کردم. الانم بدون مقدمی بیشتر به این دو مقوله ادعای حقوق بشر، توقع ما مردم ایران و همچنین مسئله اپوزیسیون و ناکارآمدی اپوزیسیون خواهم پرداخت. قبل از همه باید عرض کنم که مسئله ادعای حقوق بشر یک سوء تفاهمیه که هیچ تقصیری متوجه کشورهای غربی یا ساختار جهانی نیست. مثلا ما چیزایی در مورد حقوق بشر شنیدیم که به عنوان مثال در منشور تأسیس حقوق سازمان ملل متحد بر حقوق بشر تاکید شده بود، یا مثلا میبینیم که در سازمان ملل کمیسیون هایی وجود دارن که در مورد حقوق بشر فعالیت میکنن، گزارش تهیه میکنن، انتقاد میکنن. سازمان هایی مثل عفو بین الملل هست، سازمان هایی خود اتحادیه اروپا نهادهایی ظاهرا داره به عنوان نظارت بر حقوق بشر در حوزه خودش یا در حوزه جهانی یا در کشورهای همسایه مثلا در ترکیه. همه اینا باعث این سوء تفاهم شده که احیانا کشورهای جهان باید دغدغه حقوق بشر در ایران یا در جهان رو داشته باشند. به نظر من چنین نیست. دلیلش هم اینه که اینا با نظم سیاسی که در جهان وجود داره، بیش از 200 سال وجود داره، حتی پس از تأسیس سازمان ملل متحد در 1945 هم این نظم تغییر نکرده. حقوق بشر حتی در بین کشورهای بسیار دموکراتیک، حتی در کشوری مثل نروژ که هر سال جایزه صلح نوبل صلح رو میده به بهترین فعالین حقوق بشر و بهترین کسانی که خدمت به بشریت انجام دادن، باز چیزی به اسم رسالتی تاریخی برای کمک به حقوق بشر بر عهده هیچ کدوم از این کشورها نیست. هنوزم که هنوزه در قوی ترین و دموکراتیک ترین کشورهای جهان، در کشورهای سوسیال دموکرات، هنوز سیستم روابط، سیستم رئالیسم حاکمه. هنوز هم قدرت، توازن قدرت، منافع ملی، منافع مردم که در میان مردم هم البته بیشتر قشر ثروتمند، قشر نزدیک به حاکمیت، حتی در کشورهای بسیار پیشرفته و مدرن و دموکراتیک حاکم هست. این سوء تفاهم شاید اولین بار در مثلا موقعی که سازمان‌هایی تشکیل شد در قرن 19 به نام مثلا سازمان صلیب سرخ جهانی که قرار بود به آسیب دیدگان جنگی یا حوادث طبیعی کمک کنه، و از همه مهمتر تأسیس سازمان ملل متحد که در آنجا منشوری هم ارائه شد و در این منشور بر حقوق بشر تاکید شد. این ترجمه غلط در ادبیات فارسی در میان مردم ایران باعث شده که تصور کنیم که جهان وظیفه‌ای برای کمک به حقوق بشر در نظر گرفته برای خودش، در صورتی که چنین نیست. همچنان که ما همچنین نبوده ایم، همچنان که همین الان مردم ایران یا حکومت ایران قبل از انقلاب، باز مردم ایران و حکومت قبلی ایران هیچ وقت دغدغه حقوق بشر در جهان رو نداشتیم. هیچ وقت برای ما
دغدغه اصلی این نبوده که در کشور مجاور ما در افغانستان چی میگذره و بیایم فکر و ذکر خودمون رو اختصاص بدیم به کمک به افغانها. همین الان که جنگ اسرائیل در میان هست، جنگ حماس و اسرائیل، افکار عمومی، من حتی در حد یک اقلیت بسیار ضعیف دیدم کسانی که همزمان جنایت‌های حماس و عملکرد منفی اسرائیل رو محکوم کنند. افکار عمومی تقسیم شدن، یا چشم بر جنایت‌های اسرائیل می‌بندند و علیه حماس موضع می‌گیرند، یا چشم بر جنایت‌های حماس می‌بندند و علیه اسرائیل موضع می‌گیرند. یک نگاه حقوق بشر محور ندیدم که نگاه غالب باشه، چه در میان مردم چه در میان اپوزیسیون. کسانی که همزمان هر دو طرف رو محکوم می کنند و بر حقوق هر دو ملت یهود و فلسطینی تاکید می کنند، متاسفانه در اقلیت مطلقاً، نه در حاکمیت، در میان مردم، در اپوزیسیون. پس مردم ایران هم به فکر منافع خودشون هستن، مردم تمام جهان. عرض کردم پیشرفته ترین کشورهای دموکراتیک، دانمارک، سوئد، نروژ، اینا به فکر منافع خودشون هستن. اگر دغدغه حقوق بشر دارن، دغدغه حقوق بشر خودشونو دارند، تازه اگر کامل داشته باشن. عرض کردم در حتی در این کشورهای بسیار پیشرفته هم باز کسانی که به قدرت نزدیکترن، ثروتمندترن، در حلقه مدیریت کلان کشور هستند، بیشتر منافع آنها مد نظر هست. حالا در حاشیه آنها شاید به مردم خودشون هم بپردازند، اما هیچ تعهد جدی، رسالت تاریخی هیچ کشوری برای خودش برای کمک به کشورهای دیگر قائل نیست. و این برگردیم به سوء تفاهم منشور سازمان ملل، منشور حقوق بشر سازمان ملل. این اسمش رو خودش بوده، یک منشور بوده، یک اعلامیه است، یک شعاره. هیچ ضمانت اجرایی براش قائل نشدند، هیچ تعهدی برای اینکه ما طی فلان سال، طی فلان مدت باید حقوق بشر کاملا رعایت بشه یا جهان باید به این استانداردهای حقوق بشری برسه تعیین نشده. تا همین اواخر، همین چند سال پیش بود که یک منشور رو تصویب کردن به اسم 2030 یا همون 2030. یه سری شعارها دادن در زمینه محیط زیست، در زمینه برابری جنسیتی، برابری عدالت اجتماعی. یه سری محورهای متعددی رو سازمان ملل مجمع عمومیش تصویب کرده که گویا ما تا سال 2030 باید تلاش کنیم به این ایدئال برسیم، این تا 6 سال دیگه، که این هم هیچ ضمانت اجرایی نداره. این هم نهایتا سال 2030 یه گزارشی دیگه تهیه میکنن، میگن ما در این زمینه ها پیشرفت‌هایی داشتیم، در این زمینه های دیگر نداشتیم و تموم میشه. حالا انتقاد گرفته میشه که چرا چنینه؟ برای اینکه از روز اول قرار نبوده که سازمان ملل متحد حقوق بشر رو تحقق بده یا حقوق بشر رو در کره زمین تضمین کنه. سازمان ملل متحد که تأسیس شد 5 وظیفه بسیار مهم رو بر عهده داشت که اتفاقا در هر 5 مورد هم موفق بود، اما هیچ کدومشون شامل حقوق بشر نمیشه. مقولاتی مثل حقوق بشر موضوعات 6 به بعد هستند، اولویت‌های 6 و 7 و 8 سازمان ملل متحد هستند. الان به اختصار سرفصل وظایف اصلی سازمان ملل متحد رو عرض میکنم که اتفاقا معتقدم خیلی هم موفق بوده در 80 سال گذشته. همه این 5 مورد اصلی هدف خودش رو به دست آورده تا کنون. در برنامه‌های آتی سعی میکنم یک به یک این موارد رو با جزئیات بیشتر عرض کنم. این بحث امروز رو فقط در حد سرفصل بگیرید و رفع این سوء تفاهم که وظیفه سازمان ملل متحد کمک به تحقق صلح جهانی یا حقوق بشر جهانی نیست. 5 وظیفه مهم داره به ترتیب: 1. از جنگ دیگر جهانی یا جنگ سوم جهانی جلوگیری کنه. 2. از ول کردن ویرانی های جنگ قبلی که ممکنه منجر به جنگ دیگری بشه جلوگیری کنه. 3. از تحقق یک بحران اقتصادی بزرگ جهانی که ممکنه به رکود اقتصادی جهانی بشه و اونم ممکنه غیر مستقیم به یک جنگ دیگر جهانی منتهی بشه جلوگیری کنه. 4. از یک بحران پزشکی یا بهداشتی یا بیماری جهانی که ممکنه تهدیدی برای امنیت جهان باشه جلوگیری کنه. 5. از مانع تراشی کشورها در حد امکان برای جلوگیری از تجارت جهانی جلوگیری کنه. این 5 مورد
وظیفه سازمان ملل متحد هست که به 5 سازمان وابسته به این سازمان ملل متحد سپرده شده و اتفاقا هر 5 مورد هم موفق بودند. به ترتیب عرض میکنم. مورد اول جلوگیری از جنگ سوم جهانی. متصدی این امر شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که تاکنون موفق بوده. از 80 سالی که از تأسیس سازمان ملل متحد گذشته، خوشبختانه جنگ سوم جهانی روی نداده. کاری که سازمان قبلش نتونست بکنه. پس از جنگ جهانی اول یک سازمانی مشابه این سازمان تشکیل شد به نام اتحادیه ملل. وظیفش این بود که از جنگ جهانی دوم جلوگیری کنه و در تحقق این وظیفش متاسفانه ناکام بود. این مورد اول که بله ما شاهد جنگی جهانی در 80 سال اخیر نبودیم. مورد دوم جلوگیری از ویرانی های جنگ قبلی، تداوم ویرانی های جنگ قبلی. یکی از مشکلاتی که منجر به تحقق جنگ جهانی دوم شد این بود که در پی جنگ جهانی اول کشورهایی که قربانی شده بودند، مشخصاً بیش از همه آلمان، به حال خود رها شدند با قرض‌های کلان، با کشوری ویران شده از جنگ، و این باعث شد در دهه 1920 کم کم هم درگیر رکود بشه، هم درگیر بحران فکری بشه، بحران ظهور فاشیسم. وظیفه سازمان ملل متحد این بود که توسط یک سازمانی به نام بانک جهانی ویرانی های جنگ جهانی دوم رو به حال خودش نگذارن، بلکه تلاش کنن به بازسازی این کشورها، مخصوصا عمدتاً در اروپا، حالا اندکی هم در سایر جهان، ولی تمرکزش برای بازسازی جنگ جهانی دوم بود که موفق هم عمل کرد. بعداً وظایف دیگری هم به این مؤسسه یعنی بانک جهانی سپرده شد در مورد توسعه آموزش و مسائل دیگر، ولی اصل فلسفهش این بود که نذاره ویرانی های جنگ جهانی دوم به حال خودش بمونه، بلکه باید بازسازی بشه توسط سازمان بانک جهانی. وظیفه سوم سازمان ملل متحد، ببینید تا حالا هیچ صحبتی از حقوق بشر نیست، در 3 مورد آینده هم چیز از حقوق بشر نخواهید شنید. وظیفه سوم سازمان ملل متحد جلوگیری از بحران بزرگ اقتصادی در یک گوشه ای از جهان که پتانسیل داشته باشه به یک بحران جهانی تبدیل بشه. اتفاقی که باز در اواخر دهه 1920 و اوایل 1930 در آمریکا و در اروپا روی داد. کشورها دچار رکود شدند. کشورها عمدن ارزش پول خودشون رو کم ارزش میکردن برای اینکه ظاهرا صادرات رو توسعه بدن. در عدم وجود یک نظارت جهانی کشورها ارزش پولاشون رو چنان بی ارزش کرده بودن که در حد یک کاغذ پاره پایین اومده بود. از دیگر سو بحران‌های کسری بودجه اقتصادی یک کشور داشت به بحران‌های منطقه‌ای تبدیل می‌شد، از یک کشور سرایت می‌کرد به کشور دیگری. به همین دلیل سازمان ملل متحد مؤسسه‌ای رو تأسیس کرد به اسم صندوق بین‌المللی پول که این وظیفش بود اولا یک معیار مشخصی برای یک ارزش پول جهانی معادل دلار یا طلا در نظر بگیره، با همتراز کردن یا ثابت نگه داشتن مقداری از طلا معادل دلار، ارزش دلار آمریکا، و کشورها بر مبنای این دلار جهانی یا طلای جهانی ارزش پول خودشون رو ارزیابی کنند، ارزش گذاری کنند. همچنین اگر احیانا هر کشوری در اثر بحران اقتصادی دچار کسری بودجه شد، بالانس درآمد و دخل و خرجش برابر نبود، سریع کمکی وامی بهش بکنن که بتونن این بحران رو طی کنن. صندوق بین‌المللی پول در این وظیفه‌اش موفق شده. در 80 سال گذشته هر جایی از جهان در یک کشور خاصی و منطقه خاصی، بعضی وقتا مثلا در شرق آسیا، بعضی وقتا در آمریکای جنوبی، موقعی که یک بحران اقتصادی به وجود میاد سریع اقدام میکنن، میلیاردها دلار وام میدند، کارشناسان و مشاورانشون میفرستند و نمیذارن که این بحران شهری، کشوری یا منطقه‌ای به یک بحران اقتصاد جهانی تبدیل بشه. در این مورد نظرات موافق و مخالف بسیار زیاد هست. من سعی میکنم به برنامه رو به بررسی کارنامه صندوق بین‌المللی پول هم اختصاص بدم، ولی الان در این حد بدونید که وظیفه این سازمان اینه که از یک بحران بزرگ اقتصادی جهانی جلوگیری کنه. بازم صحبتی از حقوق بشر نیست. مورد چهارم این که یک بیماری در یک کشوری سرایت کنه به کشورهای دیگر، به یک بیماری واگیر جهانی تبدیل بشه، مثل طاعون که ما این کارنامه تلخو داریم، مثل سل، مثل آنفولانزای اسپانیایی که چند سال پیش اسمش رو زیاد شنیدید در 100مین سالگردش، که پس از جنگ جهانی اول یک بیماری آنفولانزا
منجر به این شد 10 میلیون انسان از بین برند. به همین دلیل یک سازمانی رو تأسیس کردن به اسم سازمان بهداشت جهانی که وظیفه‌اش این باشه که موقعی که یک پاندمیک یا اپیدمیک یا یک بیماری، یک گوشه ای از جهان مبتلا به یک بیماری واگیر بشه، بلافاصله اتفاقی که مثلا در مورد کرونا در چین افتاد، تمام جهان بسیج بشه با مدیریت این سازمان به اسم سازمان بهداشت جهانی، نذارند این بیماری سراسر جهان سرایت کنه و نهایتاً منجر به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بشه. 5مین وظیفه سازمان ملل جلوگیری از ممانعت کشورها برای تجارت جهانیه. اینی که کشورها بیان تعرفه ها و گمرک های عجیب و غریب بذارن، موانع تجاری برای کشورهای دیگر بذارن و باعث بشه که تجارت جهانی رکود پیدا کنه. اینم اولش یه سری سازمان‌های قراردادهای دو طرفه چند جانبه‌ای تصویب شد، اسمش رو گذاشتن گات، بعد اونم تغییر دادن به یک سازمان مستقل به اسم سازمان تجارت جهانی. وظیفه این سازمان هست که بر تجارت جهان نظارت کنه، قوانین رو برای در جهت تشویق تجارت آزاد در جهان تصویب کنه، کشورها رو به رفع یا کاهش تعرفه و گمرک در تجارت بین همدیگر تشویق کنه. اگر کشوری برخلاف وعده‌هایی که داد مرتبه تغییری در بازار خود در موانع اقتصادی یا موانع گمرکی ایجاد کرد، حتی توبیخ بشه، چیزی که در میبینیم بعضی وقتا آمریکا و چین با هم میرن در سازمان تجارت جهانی از هم دیگه شکایت میکنن و اتفاقا این هم خیلی موفق بوده، به نحوی که تجارت جهانی به نحو بی سابقه‌ای در تاریخ بشر افزایش پیدا کرده. این 5 وظیفه سازمان ملل تا الانش هم هیچ ربطی به حقوق بشر نداشته. تکرار میکنم، مورد اول شورای امنیت وظیفه‌اش اینه جلوی جنگ جهانی سوم بگیره. بانک جهانی وظیفه‌اش این بود یا هست که اگر یک جنگی در گرفت سریع بره بازسازی کنه. صندوق بین‌المللی پول وظیفه‌اش این است که اگر یه بحران اقتصادی در کشوری پیش اومد بره کمکش کنه، نذاره به جهان سرایت کنه. سازمان بهداشت جهانی وظیفه‌اش اینه که اگر کرونایی آنفولانزایی پیش اومد نذاره به یک بحران جهانی تبدیل بشه. و سازمان تجارت جهانی کارش اینه که تشویق تجارت آزاد جهانی داشته باشه. مواردی دیگر مثل یونسکو، اهمیت دادن به حفظ و نگهداری یا ثبت آثار باستانی، کمیسیون‌های فرهنگی، کمیسیون‌های حقوق بشر، کمیسیون دفاع از حقوق اقلیت‌ها، اینا همه هستند اما جزو وظایف اصلی سازمان ملل نیستند. اینا موارد 6 و 7 و 8 اند در اولویت اصلا چرا باید توقع داشته باشیم کشورهای مؤسس سازمان ملل که بیش از حداقل در زمان تأسیسشون بیش از 80% کشورهای نادموکراتیک و ضد حقوق بشر باشند، بیاین خودشون رو متحد کنن به اجرای حقوق بشر؟ مگر هم چیزی ممکنه؟ شما به لیست اعضای مؤسس سازمان ملل نگاه کنید، کشورهایی مثل ایران و افغانستان و سوریه، حتی سوریه که تازه از قیومیت فرانسه آزاد شده بود، اعضای مؤسس سازمان ملل متحد هستند. شما بیاید به کارنامه 5 عضو دائمی شورای امنیت نگاه کنید. آن زمان آمریکا، شوروی، چین، فرانسه، بریتانیا. چرا باید این 5 کشور تصور کنیم که دغدغه حقوق بشر دارند؟ همان زمان آمریکا در جنگ جهانی دوم بمباران شیمیایی انجام داده بود. بعد از تأسیس سازمان ملل دیدیم در ویتنام 2 میلیون انسان کشته بود. همان زمان شوروی 10 میلیون شهروند خودش رو یا حداقل میلیون ها شهروند خودش رو قتل عام کرده بود در دوران استالین، در اوکراین، در تصفیه های خونین دوران استالین، در قحطی هایی که ایجاد میکرد. چرا باید توقع داشته باشیم شوروی مثلا دغدغه حقوق بشر داشته باشه؟ چرا چین که کارنامه‌اش هم زمان هم الان روشن احیانا دغدغه حقوق بشر در جهان داره؟ و اون 2 کشور دیگر فرانسه و بریتانیا همان زمان کارنامه 150 سال استعمار رو داشتند، بزرگترین ناقصان حقوق بشر در سطح جهان بودند. حتی پس از تأسیس سازمان ملل فرانسه تا دهه 60 استعمار خودش رو در جاهایی مثل الجزایر با کشتار نگه می داشت. انگلیس در جاهای دیگر جهان مخصوصا در ایران کودتا انجام میداد. پس این توهم رو از خودمون دور کنیم که احیانا سازمان ملل یا شورای امنیت دغدغه حقوق بشر داره. این اعلامیه منشور حقوق بشر سازمان ملل رو فراموش کنید.
اسمش رو خودش اعلامیه است، شعار لازم الاجرا نیست، هیچ جدول زمانی، هیچ زمانبندی، هیچ ضرب الاجلی براش تعیین نشده. چیزیه که اگه تحقق پیدا کرد بهتر، اگر نه خیر. در ضمن عرض کردم ما خودمونم آنچنان زیاد دغدغه حقوق بشر دیگران رو نداریم. همین الان اصلا شاید 90%مون اطلاع نداریم که در سودان چه میگذره. نهایتا اخبار اسرائیل و غزه رو تعقیب میکنیم، در صورتی که در همین 8-9 ماه گذشته جنایت‌های وسیع‌تر از کشتاری که در فلسطین و در اسرائیل و در غزه صورت گرفته در سودان صورت گرفته. ما حتی اخبارش هم تعقیب نمی‌کنیم. ما چه نگرانی داریم که مثلا در حال حاضر مردم یا زنان یا جوانان در افغانستان چی میکشن از دست طالبان؟ طبیعی هم هست، ما هم درد و مشکلات خودمون رو داریم. پس این توهم رو که حقوق بشر یک منشور جهانیه، یک سازمانهایی هستن یا یک کشورهایی هستن که وظیفه و رسالتشونه، این رو لطفاً فراموش کنیم. و اتفاقا این 5 مورد که وظیفه سازمان ملل بوده، من ادعا میکنم در هر 5 مورد سازمان ملل متحد در 80 سال گذشته وظیفه‌شو به خوبی انجام داده. مسئله امروز جهان مسئله قدرت و توازن قدرت هست. ببینید همین 1-2 سال پیش که ما در خیابان حضور داشتیم در جریان جنبش ژینژیان آزادی، چرا تمام جهان متوجه ما شد؟ چرا افراد اپوزیسیون میرفتن با شخصیت‌های مهم سیاسی دیدار میکردن؟ چرا دیگر نیست؟ چرا الان حمید نوری رو تحویل جمهوری اسلامی میدن؟ چرا جرئت نمیکردن 2 سال پیش این کارو بکنند؟ برای اینکه بالانس قدرت عوض شده. الان مردم در خیابان نیستن. الان فهمیدن که اپوزیسیون، بخش اعظم اپوزیسیون که اتفاقا پرمدعاترینش هم هست، پر سر و صداترینشون هم هست، پوشالیه. خب طبیعیه فرانسه، سوئد به فکر منافع خودشون هستن. براشون مهمه که 2 شهروند خودشون برگرده. اصلا براشون مهمه که یک جنایتکار میره ایران و تبدیل به قهرمان میشه. مورد دوم از بالانس قدرت مسئله طالبان افغانستانه. چرا آمریکا پس از 20 سال جنگیدن با طالبان مجبور شد طالبان رو در افغانستان بپذیره؟ برای اینکه طالبان قدرت داشت. برای اینکه این رژیم، این حکومت، این گروه هر چقدر وحشی و مرتجع بود اما نفوذ داشت. آدمانی بودند که براش فداکاری میکردند. مایک پومپئو به یکی از نماینده های طالبان گفته بود ما خسته شدیم از بس که شما رو کشتیم. یعنی هی طالبان رو میکشتن، طالبان تمام نمیشد به هر دلیلی. حالا این باید آسیب شناسی بشه که چرا طالبان تمام نمیشد، اما نهایت دیدیم بالانس قدرت باعث شد که طالبان قدرت رو در افغانستان به دست بگیره. جلو چشم 193 کشور جهان و 8 میلیارد مردم جهان دیدیم این فاجعه روی داد. مورد قبل از اون محمد مرسی در مصر. آمریکا و غرب متحد فابریک مصر پس از انور سادات بودند، مخصوصا در دوران حسنی مبارک. اما موقعی که مردم به خیابان ها ریختند، موقعی که میدان تحریر به صورت میلیونی در تصرف مردم در آمد، هم غرب هم آمریکا مجبور شدن با اخوان المسلمینی که واقعا دشمن غرب بود و هنوزم هست، رهبر اخوان المسلمین 6 ماه 7 ماه قبل از بهار عربی در مورد لزوم جهاد علیه آمریکا حرف میزد، نه فقط اسرائیل، جهاد علیه آمریکا. اما آمریکا مجبور شد بره با رهبر اخوان المسلمین با مذاکره کنه و ریاست جمهوری محمد مرسی رو بپذیره. 2 سال بعدش که مجددا مردم به صورت میلیونی به خیابان آمدند، این بار مجبور شد پشت محمد مرسی رو خالی کنه و با حاکم جدید فتح السیسی ارتباط برقرار کنه. مورد قدیمی تر و آشناتر ما همین جریان انقلاب 57. جهان مجبور شد با خمینی وارد دیالوگ بشه، برای اینکه دیدن خمینی به هر صورتی متاسفانه مردم در خیابان‌ها نام خمینی رو فریاد میزنند. از ترس اینکه تجربه افغانستان و شوروی تکرار نشه، چون چند ماه قبلش همین اتفاق به صورت خیلی کوچکتر در افغانستان روی داده بود و یک گروه وابسته به شورای قدرت رو در افغانستان به دست گرفتند. کشورهای غربی دیدن که شاه ثبات نداره، متزلزل، مردم به صورت میلیونی در خیابان ها اسم خمینی رو صدا میزنند، آنها رفتن با خمینی مذاکره کردن. یعنی اون بهتر از مثلا حزب توده است. به هر حال این نمونه هایی هستند که همین الان در آینده شاید نزدیک یا دور هم بالانس قدرت
تعیین کننده روابط است، نه حقوق بشر، نه ارزش‌های لیبرالی، نه ارزش‌های انسان دوستانه. اما میتونیم قدرتمون رو به دست بیاریم و همزمان حداقل بر حقوق بشر خودمون تاکید کنیم و دستاوردی برای حقوق بشر خودمون داشته باشیم. برمیگردم به بحث اپوزیسیونی که معلوم شد پوشالیه و این 7-10 روز اخیر مورد انتقاد درست واقع شد. اما باز اینجا کم دقتی میشه. موقعی که میگن اپوزیسیون همه رو به یک چشم نگاه میکنن. مثال نقض این مسئله کردستان و مشخصا حزب دموکرات کردستان ایران است. من این سوال رو مطرح میکنم: چرا جمهوری اسلامی میتونه حمید نوری، اسدالله اسدی رو از سوئد و از بلژیک آزاد کنه برگردونه ایران، اما نمیتونه پس از سالها پافشاری، پس از تهدید کردن، پس از ضرب الاجل تعیین کردن، پس از توسل به جنایت، به ترور، به موشکباران و حملات درونی، چرا نتونست حزب دموکرات کردستان ایران رو از فاصله چند کیلومتری مرزهای خودش دور کنه؟ این سوال خیلی مهمه. آیا که جریانی رو که بهش میگه ضد انقلاب، جریانی که بهش میگه که بزرگترین تهدید هست، به قول خودشون عامل آمریکا و اسرائیل و همه اینا هست و در بیخ گوششه، چرا برای 2 تروریست خودش در اروپا هزینه میکنه و موفقم میشه، برای مبارزه با حزب دموکرات کلی هم هزینه میکنه و موفق نمیشه؟ تفاوت این دو در چی هست؟ در اروپا و در آمریکا ما نیروی منسجم سراسری که بتونه در برابر غرب ایسته، جلوی سفارتخونه ها اعتصاب و اعتراض و تحصن کنه و قدرتی از خودش نشون بده نداریم. اما در کردستان عراق داریم. جمهوری اسلامی در جریان جنبش ژینا، جنبش ژینژیان آزادی، بیشترین تمرکز رو بر حزب دموکرات کردستان و احزاب کردستان گذاشت. تا آنجا پیش رفت که موشک باران کرد، که مناطق مسکونی رو موشک باران کرد، که به تلویزیون حزب دموکرات کردستان، تلویزیون کورد کانال شلیک کرد و اینو با افتخار در رسانه‌هاشون گفتن ما یکی از رسانه‌های ضد انقلاب رو از بین بردیم. یعنی تصور کنید مثلا جمهوری اسلامی بتونه موشک بزنه به ایران اینترنشنال یا BBC یا تلویزیون‌های دیگر. عین این کارو با کورد کانال کرد، اما نتونست کورد کانال رو خاموش کنه. عین این کارو موشک باران واقعی رو با همین کاری که مثلا حماس و اسرائیل با هم میکنن جمهوری اسلامی در حق حزب دموکرات کرد، ولی نتونست. چندین بار ضرب العجل تعیین کرد که تا فلان روز، تا فلان ما باید همه اعضای حزب دموکرات کردستان ایران از عراق یا از کردستان عراق خارج بشن. اتفاقی که در مورد مجاهدین تونست انجام بده، در مورد حزب دموکرات کردستان ایران نمیتونه و سایر احزاب کردستان. میدونه که این حزب در میان مردم نفوذ داره. موقعی که به حزب دموکرات حمله موشکی میکنه، مردم در سراسر کردستان اعتصاب میکنن. ولی موقعی که مثلا حمید نوری یا اسدالله اسدی رو به ایران برمیگردونه، اپوزیسیون نمیتونه 100 نفر رو حتی جلوی سفارت فلان کشور جمع کنه، تعجبی، تعصبی، تحسنی، اعتراضی، اعتصابی را بندازه. نمیتونه. اما حزب دموکرات کردستان با یک فراخوان میتونه کاری کنه که در 10 شهر ایران، کردستان ایران، میلیون ها نفر، صدها هزار نفر بیان اعتراض و اعتصاب کنند. مردم کردستان عراق الان بزرگترین حامی کردستان ایرانن، فراتر از حکومت اقلیم. یعنی حتی اگر همین الان حکومت اقلیم دلش بخواد عملا یا بالاجبار بخواد این احزاب رو سرکوب کنه یا مجبور به خروج از کردستان عراق کنه، مردم کردستان عراق به حکومت خودشون این اجازه رو نمیدن. در مورد اپوزیسیون، در فعالیت اپوزیسیون در خارج از کشور، شما در این 2 سال گذشته هزارها عکس و تصویر و ویدیو دیدید از اپوزیسیون هایی که میرفتند در کشورهای دیگر دیپلماسی میکردند، دیدار میکردند و بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی پخش میشد، در تلویزیون ها پخش میشد و هیچ دستاوردی نداشت. اما میدونید مهمترین رویداد دیپلماتیک 2 سال اخیر رویدادی بود که نه شما دیدید، نه شنیدید، نه رسانه ها بهش پرداختند. حتی این سازمانی که اسمو میبرم اونم اسمشو نمیشنوید، شاید نشنیده باشید. سازمان اینترنشنال
سوسیالیست یا سوسیالیست اینترنشنال SI. و مهمترین رویداد آن بود که نخست وزیر اسپانیا در حضور نمایندگان بیش از 150 حزب حاکم و اپوزیسیون چپ جهانی از دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران تقدیر کرد. ویدیو رو ببینید. ندیدید، در صورتی که من ادعا میکنم بزرگترین رویداد دیپلماتیک 2 سال اخیر بود و حمایت قاطع جهان، مخصوصا جهان غرب، رو از حزب دموکرات کردستان ایران رو نشون داد. میبینید که دبیرکل این سازمان و نخست وزیر اسپانیا میاد لوح تقدیر برای دموکراسی، برای تلاش برای دموکراسی حقوق بشر تحویل آقای مصطفی هجری میده و سازمان به این بزرگی با بیش از 150 عضو از حزب دموکرات کردستان ایران تقدیر میکنه. این سازمان چیه؟ ائتلافی از احزاب دموکرات و سوسیال دموکرات جهان. برخلاف اسمش شاید بعضی اول تصور کنند سوسیالیست اینترنشنال یک حزب چپ متشکل از احزاب چپ رادیکال نیست، بلکه برعکس در دهه 1950 توسط احزاب سوسیال دموکرات برای اتحاد با هم و برای فاصله گرفتن از شوروی و احزاب کمونیست آن زمان وابسته به شوروی یا چین تشکیل شد. این سازمان اعضای اصلیش هم حزب سوسیال دموکرات آلمان، حزب کارگر بریتانیا، حزب کارگر اسرائیل، حزب سوسیالیست فرانسه و سایر احزاب دموکرات و سوسیال دموکرات جهان با هم تشکیل شدند، متحد شدند و این سازمان بزرگ رو برای توسعه دموکراسی، توسعه سوسیال دموکراسی و توسعه عدالت اجتماعی تأسیس کردند. جهت اطلاعتون عرض میکنم این سازمان پس از سازمان ملل متحد بزرگترین و پرتعدادترین سازمان جهانی است که بیشترین اعضا رو از بین بیشترین کشورهای جهان داره. چه احزاب اپوزیسیون، مثلا حزب کارگر بریتانیا که در حال حاضر اپوزیسیون از احتمالاً در روزهای آینده به حزب حاکم بریتانیا تبدیل بشه، چه حزب سوسیال دموکرات آلمان که در حال حاضر حزب حاکم هست، چه حزب سوسیالیست فرانسه که الان اپوزیسیون هست و تنها امیدی هست که شاید بتونه با احزاب دیگر ائتلاف کنه جلوی راستگرایی و فاشیستای فرانسه رو بگیره، حزب کارگر اسرائیل که الان خیلی امیدوارن شاید اون مجرداً قوی بشه و یک چهره لیبرال و دموکرات و چپ از اسرائیل نشون میده برای مذاکرات صلح با فلسطینی ها و برای آشتی با کشورهای عربی که به نظر من این لازمه برای خاورمیانه. همچون سازمانی با بیش از 150 عضو با بیش از 70 سال قدمت میاد از دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در اوج جنبش ژینا تقدیر میکنه و این همه ماجرا نیست. این حمایت از حزب دموکرات در کلیت خودش هست و یکی از هویت حزب دموکرات بودنش در مجاورت مرزهای کردستان ایران هست. اینجاست که معلوم میشه چرا جمهوری اسلامی میتونه فلان تروریست رو برگردونه، میتونه فلان سازمان دیگر رو از کردستان از عراق مجبور به رفتن به اروپا بکنه، اما از پس حزب دموکرات کردستان ایران بر نمیاد با توسل به همه جنایتاش. چرا حزب دموکرات دعوت میشه به همچون سمیناری و همچون گرد همایی بزرگی؟ برای اینکه حزب دموکرات عضو سازمان اینترنشنال سوسیالیست است. کی؟ رویداد جدیدی نیست، برمیگرده به حدود 40 سال پیش، از 1985 فکر کنم یا 84، از زمان زنده یاد دکتر قاسملو حزب دموکرات کردستان نخست عضو ناظر بود، عضو مهمان، بعد عضو ناظر و بعد به عضویت دائم حزب سازمان سوسیالیست اینترنشنال در اومد و از آن زمانم تا کنون تنها حزب ایرانی است که در این سازمان وجود، یعنی هنوز حزب دوم و سومی نتونسته از ایران به این تشکیلات بپیونده.
یکی از انتقادهایی که این چند روز مطرح شد توییتی بود که یک استاد دانشگاه مطرح کرده، میتونید توییت رو ببینید. گفته شده بود که چرا این همه دانشجو در خارج از کشور داریم ولی حتی یک تشکلی به مراتب ضعیفتر از اون کنفدراسیون های زمان شاه نداریم. قبلش اینو عرض کنم، این آقای گوترش که الان دبیرکل سازمان ملل هست و یه مدتی نخست وزیر فکر کنم یونان بود، قبل از این سمت دبیرکلی سازمان ملل دبیرکل همین سازمان اینترنشنال سوشیالیست بود، برای اینکه بدونید که این سازمان یک سازمان معتبر جهانی است. اما در مورد این انتقاد که واقعا وارده که چرا این همه دانشجو در خارج از کشور داریم نمیتونیم یک شبه کنفدراسیونی، چیزی که قبل از انقلاب وجود داشت، به وجود بیاریم، این انتقاد وارده باز به استثنای کردستان. همین حزب دموکرات کردستان ایران که عرض کردم در تمام اروپا و کشورهای غربی، استرالیا، آمریکا فعالیت داره. در همه شهرها و کشورها کمیته داره، کنفرانس برگزار میکنه، فعالیت‌های فردی دارن. کسانی هستن که شبانه روز زندگی خودشون رو وقف تلاش برای آرمان حزبشون کردند. مبارزه براشون تبدیل به زندگی شده، یا به عبارتی زندگیشون مبارزه است. حتی در این اروپا که ظاهرا خیلی و فقط میان خوش بگذرونند، آنها کل زندگیشون رو فدای مبارزاتشون کردند. اما در کنار این تشکل‌های حزبی، حزب دموکرات کردستان ایران دارای اتحادیه جوانان دموکرات هست، دارای اتحادیه زنان دموکرات هست، دارای اتحادیه دانشجویان دموکرات هست که آقای عزیزی از این اطلاع ندارند. حزب دموکرات کردستان ایران در تمامی، به غیر از اینکه دفتر مرکزی در کردستان عراق هست، جوانان و دانشجویان رو در تمامی جهان در کمیته های اتحادیه زنان و اتحادیه جوانان و اتحادیه دانشجویان منسجم کرده و بسیار هم فعال هستند و هم در تجمعات و در اعتراضات و هم در لابی کردن، ارتباط برقرار کردن با کشورهای که میزبان هستند، ارتباط برقرار کردن با دانشجویان غیر کرد غیر ایرانی، معرفی کردن حزب خودشون به این هم دانشگاهی هایشان یا افراد آکادمیکی که دارند، بسیار هم مؤثر بودند. اینم بخشی دیگر از ثروت معنوی یا سرمایه نرم حزب دموکرات قدرت نرم حزب دموکرات کردستان ایران و کلا جنبش کردستان هست. پس اینی که ما تشکل نداریم، همیشه باید جمله رو اضافه کنیم، به استثنای کردستان. اینی که ما جمهوری اسلامی راحت میتونه ما رو بازی بده، باید بگیم به غیر از حزب دموکرات کردستان ایران و احزاب کردستان ایران. اینی که میگن ما لابی نداریم، ما قدرت نداریم، ما نفوذ نداریم، ما تشکل دانشجویی نداریم، بلافاصله این جمله رو بهش اضافه کنید. البته به غیر از حزب دموکرات کردستان ایران و جنبش کردستان. بسیار خوب، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. مخصوصا بحث سازمان ملل حقوق بشر و نقش نهادهایی مثل شورای امنیت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بهداشت جهانی و همچنین آخرین مورد چی بود؟ سازمان تجارت جهانی. اگر فرصت شد در آینده با جزئیات بیشتر به عملکرد این سازمان ها خواهم پرداخت. نظرات موافق و مخالف در ارزیابی عملکرد آنها را هم عرض می کنم. تا آن زمان و تا تحقق وعده‌ای که 2-3 بار به تأخیر میفته، پخش برنامه ویژه سازمان های احزاب اتنیکی در سوئیس، در بلژیک، در اسپانیا و در بریتانیا که قولش داده بودم، فعلا